یا هلا السلام علیکم ورحمة الله و برکاته. سلام گرامی دوستان عزیز، باز هم با شما حسن‌الدین هستم از دبی و امروز صحبت ما باز هم درباره کار و علیخترش اگر گویم درباره ساختن رزومه. آن کسایی که یکم بار در کانال من فرامدن، یکم بار مرا میبینن، ما صحبت گذشته درباره کار فعالیت در دبی و بیشتر از 10,000 وظیفه و وکانسی ها یکی با طریق آنلاینی یافته می شود. من گذاشته بودم، میتونید با این سلکه یا در پایان این ویدیو میگذارم شما گذارید و ببینید. من در اون ویدیو نشان داده بودم یکی از 3 راهی که در دبی کار یافته می شود، اونم با طریق آنلاینی از وبسایت ها. و امروز باشد من چه خیلی وعده داده بودم درباره ساختن رزومه و چه خیلی فرستادن رساله به جای کار به شما نشون میدم. رفتیم میبینیم. دوستا سر میکنیم. پیش از سر کردن این موضوع رزومه سازی و برای شما میخواستم نشان دهم سلکه با این گروپ موف کانتکتی در پایان همه ویدیو ها هست که برای آن من این را نشان میدم. نمونه سی وی هایی که الان درباره صحبت میکنیم در اینجا گذاشته شده است. از اینجا میتونید در اومده در این گروپ ما خصوصا افتمان باز این نمونه ها رو برای خود کچت کنید یا ببینید و برای خود برای ساختن نمونه گیرید. از اینجا دسترس میکنید که من در جای نمایانی در یکم چیزی که در هم گروپ ما افتاده است این رزومه. دوم چیز، کسایی که ندیده بودن ویدیو گذشته رو یا ویدیو گذشته رو با پورگی تماشا نکردن، اون سلکه هایی که در صحبت گذشته در سایت هایی که در اونجا وکانسی ها یافته می شود، وکانسی های دبی در اینجا گذاشته می شود، این سایت ها سلکه ها در اینجا گذاشته شده است. چه خیلی می‌بینید 5 تا سایت ها در اینجا و هم در افزودنی در اینجا سایت برای کاریابی در دبی عدل افزودنی است و در اینجا دیگه افزودنی هست که میتونید برای ببینید و آینده باز هم سلکه های دیگری کاری برای تماشابینان پیشکش کرده می شود در این سایت ما. دوستان عزیز، کسایی که در ویدیو گذشته را یا دیده بودن یا خوب ندیدن، برای شما گفته هستم که من در ویدیو گذشته گفته بودم که زیاده از 10,000 کار آماده است در دبی، لیکن در اون سایت های 5 سایت هایی که نشاندم زیاده از 20,000 کار هم وجود دارد که چه میبینید در یکی از سایت هایی که در صحبت گذشته نشان داده بودیم indeed.com. در اینجا چه میبینید زیاده از 13,636 جای کار وظیفه وکانسی پیش گذاری کرده شده است که شما میتونید در اینجا ببینید. و هم کسایی که ندیدن اون ویدیو گذشته را خواهش میکنم که بگذارید در ویدیو گذشته تماشا کنید که در تمام سایت هایی که بسیار سایت هایی مهمه که در دبی برای کارکوبی خیلی سایت های مهم هستند، اونها نشان داده هستم، شما میتونید در اینجا ببینید. و بیاید میریم به موضوع امروز. این اختیار کردم دو نمونه اساسی به ساختن رزومه. سی وی میگن در دبی، نام این سی وی میگن در دبی، در بسیار جا رزومه میگن و در دولت های SNG سابق دولت های شوروی هم میگن رزومه. برای ساختن رزومه نمودهاش خیلی زیاد هستند و من با اون پرکتیکی که من خوب میدونم و پرکتیکی که در دبی مثلا بسیار کاری میتید و رزومه که به فکر من خیلی مناسب هستن برای کاریابی و خیلی چشم‌نما هستن، من فقط اونها رو اختیار کردم. کسی میتواند در حدود اینترنت خیلی بسیار نمودهاش هم هستن، اونها رو ببیند برای خود انتخاب کنید، لیکن من برای شما توصیه میدم تقریبا مانند همین سی وی ها را. برای چی؟ برای آنکه در ساختن سی وی باید تقریبا 7-8 چیزهای اساسی در سی وی شما گذاشته شود و جا با جا گذاری آنها و چی نمود گذاشتن آنها هم خیلی رول کلان بازی میکنند. ببینیم
یکم نمود مثلا در اینجا میگذارید صورت خود را میتونید در طرف دست راست گذارید صورت، لیکن در بسیار رزومه ها در سی وی ها در طرف دست چپ گذاشته. مثلا صورت رو یکم میشین که من خواهش میکنم که صورتی که در اینجا میگذارید صورتی خوشرو باشد، صورتی ریالی باشد، صورتی که مثلا 10 سال 15 سال قبلی نگذارید، صورتی که مثلا نو باشد و خوشرو باشد و همچون صورتی رنگه، صورتی سفید سیاه چانبی نگذارید. در اینجا می نویسید نام فامیلی خودتان، در اینجا می نویسید حتما چی کاری که از اون گفته استاده. و این باشد من برای شما امروز 7 چیزهای مهمه که برای ساختن سی وی مهم است یا رزومه، چیزهای اساسی که باید شما با پای در پای، یعنی اولتر کدامش باید جو کنید، ثانی کدام اینفرماسیون سختتر مهمتر است یا به اصطلاح واجنی‌تر است به کاردهنده، اینها رو میفهمونم. 7 چیزهای اساسی که برای نوشتن سی وی مهم است که در سی وی باید شما اینها را نوشته کنید. اینها هستند: یکم وظیفه، اون وظیفه که شما میخواهید. دوم کانتاکت های خودتان. سوم پرکتیکا یا اوپت کاریتون. چهارم علم و دانش образование. پنجم توانایی یا ناویکی که شما دارید یا سکیلز میگن. ششم شما باید نشان دهید در سی وی خودتان که کدام زبان ها رو میدانید، چقدر که زبان های بیشتر دانستن خوبتر است. هفتم دانستن تکنولوژی ها یا کامپیوتر، کدام چیزها رو شما با کدام چیزها شما دانش ملکه دارید با تکنولوژی کامپیوتر. و هفتم خبری اضافگی درباره خودتان یا درباره اونی که با وظیفه کار تعلق دارد. بینندگان گرامی، و حتما که رزومه برای دبی باید که با زبان انگلیسی باشد و نامش میگن سی وی. اگر که شما خودتان ساختاری نمیتونسته باشید، شما به عنوان کسی که با کامپیوتر خوب سر و کار دارد آنها مراجعه میکنید، برای شما میسازن. و من نمونه این یک دو سه رزومه رو چقدر ساخته می شود نمونه شد در گروپ ایف کانتکت خودم میگذارم که شما آنجا میتونید سکچت کنید و از همون دیده مانند همون برای خود سازید. دوستان عزیز و گرامی، برای ساختن رزومه، برای ساختن سی وی تقریبا 7 چیزهای اساسی هست که باید اون چیزها گذاشته شود در سی وی و با ترتیبی که مثلا از بالا با پایان که یکمین چیز این بعضی که مثلا نام نسبتون گذاشتید، یکمین وظیفه، یعنی کدام وظیفه رو میخواهید. حتما این برای همه جا یک چیز رو نمیکنه، برای همینم اگر شما به هر خیل کمپانی به هر خیل وظیفه فرستادنی باشد باید که شما یک چند سی وی تیار کنید. چه که گفتم یکم وظیفه، اون وظیفه که در اینجا گذاشته می شود. دومین چیز این کانتاکت نه اینفورماسیون، کانتاکتی که درباره شما برای تماس با شما نشان میدهد در اینجا تقریبا در پایانی صورت در اینجا بسیار سی وی های مثلا زمانوی و کاردهنده بسیار خوب کاردهنده در اینجا گذاشته می شود. در اینجا حتما ایمیل میگذارید، تلفن خودتان و می نویسید مثلا از کدام شهر در کجا هستید شما، اسکایپ مثلا اگر لینکد داشته باشید خیلی خوب است که برای این برای ساوریمن میر برای کارکوبی کاردهی این چیز خیلی خوب یاری میدهد. کسایی که ندارن من مصلحت میدم که شاید. و اگر مثلا یگان چیزی دیگه مثلا فیسبوک یگان چیز دیگه اینستاگرام داشته باشید در اینجا گذاشته میتوانید. سومین چیز شما باید در سی وی نویسید درباره اوپیت یا پرکتیک خودتان، ورک اکسپریانس یا اینجا نویسن کاریرز مثلا هر دوشم مثلا اینم توقعی است که مثلا
در اینجا اهمیت دید که همین چیز، همین سیومین اینفورماسیون که در سی وی باید نوشته کنید از همه چیزی اساسی است. و این رو بعضی سی وی ها هست که شاید شما دیده تونید که در اونجا اول درباره ادویکیشن، درباره گیجای خواندتون ممکنی از تعلیم و علم و معرفتش می نویسد در اول. این خیلی کاری خطا است، برای اینکه یکمین چیز مهم این ورک اکسپریانس، یعنی اوپت رابط یا پرکتیک انسان. یعنی در آخر ادویکیشن در آخر وقت است. برای همین در اینجا در اول چه خیلی گفتیم سیمین چیز اساسی درباره پرکتیک خود، اوپت خود نویسید. اکنون در اینجا قید کردنی بودم که یک چیز را اگر شما در مثلا در یکان کمپانی office boy یا در یکان شاپ ها سیلزمن شده، فروشنده شده، در یکان ترگوت سنتر ها کار کردن باشید، مثلا عموما کارهاتون با دیگه چیز تعلق داشته باشد، شما در اینجا اکسپریانسی مثلا اوپت کاری، شاورما فروشی، اوپت کاری مثلا در یکان چیزی که با این دخل ندارد، در یکان زواتی چیز براری کار کردن، در اینجا ننویسیدم خوب میشد. شما فقط حرکت کنید که همون چیزهایی که به همون کاری که یافتید شما، به همون کاری که شما مقصدتون داخل شدنی هست، فقط همین چیزها رو نشان دهید. در اینجا نشان میدید مثلا از کدام سال تا کدام سال در این کمپانی کار کردید، اینجا نام کمپانی می‌نویسید، در اینجا از کدام سال تا کدام سال در این کمپانی کار کردید، کدام دولت و شهرش و نام کمپانی و با کدام وظیفه ها کار کردید. و من نصیحت میکنم که در این کمپانی یگان کامیابی هایی که به دست آورده بودید حتما نوشته کنید در اینجا. مثلا نگویید که من مثلا من خیلی خوب کار میکردم، من مثلا یا چی بودم. نه، شما یگان با فایز معین، با یگان چیزهای نامدار یعنی دقیق با رقم شماره شما نشان دهید که وقتی که من با کمپانی کار کردم در فلان کمپانی درآمدی کمپانی در یک سال مثلا 20% زیاد شده بود. مثلا مثل همین مثال ها نوشته کنید. 2-3 که اقلا یک 3 تا جای کاری باید نشان داشته شود، 2 تا 3 تا از کم نیست. و بعدا چهارمین چیزی که شما نشان دهید باید چهارمین چیزی که نشان دهید این علم و دانش یا ابرزوانیتون. مثلا کدام ابرزوانی دارید، کدام دیپلم دارید، در کدام سال خوندید، در کدام شهر، در کدام دولت این دیپلمتون و تخصصتون رو باید نوشته کنید. و حتی نه فقط دیپلمی مثلا عالی، یگان کورس های مخصوص، یگان سرتیفیکات های مخصوصی که درباره مثلا تکنولوژی یا درباره یگان کارشناسی، عموما هر چیزهایی که هر سرتیفیکات، هر علم دانشی که گرفته هستید با سرتیفیکاتش باید در اینجا نشان دهید که این برای شما را چرا یعنی وزماج نستی شما را به کار گرفتن هم باز زیادتر میکنه. بعدا پنجم در اینجا نشان ندادن. شما پیش بعد از آن که پرکتیک خود را نشان دادید باز هم بهتر میشه که در اینجا مثل این سکیلز مثلا توانایی تالنتتون یا کچستوی خودتون در اینجا نوشته کنید. مثلا درباره کاربری فقط کچستو و تالنتی که برای همین کاری که شما طلب کردید به همین یعنی یکان چیزی پیوست و به همین چیزی یکان نزدیک باشد، اون تالنتایی که اون توانایی که در شما باشد. خواهش میکنم که فقط همین ها رو نشان دهید، نه زیادتی. بعد ششمین چیزی مهمه که در سی وی شما باید نشان دهید این زبان دانستنی زبانتان. دانستنی زبان در اینجا در یکان جا میکنید، اینجا نشان میدهید که مثلا کدام زبان ها رو میدانید و چقدر که اگر زبان دانیتان بیشتر باشد، مثلا زبان های بیشتر دانید، همونقدر هم در برای شما این هم چی هست پلوس است. و هفتمین چیز اگر درباره مثلا کامپیوتر با کامپیوتر کار کنی
توانایی چی تواناییاتون هست در اینجا باید در اینجا یا در اینجا باید اونم جا کنید که در زمان معاصر در بسیار کارها، فقط اگر کارهایی که نباشه که در مثل رستوران و فیزیکی مالهای در شاپ های ترگو سنتر آف کردن نباشد، در بسیار جاها این توانایی دانش و ملکه کامپیوتری و تکنولوژی این هم ضرور است. فقط در اونجا ننویسید که مثلا کامپیوتر دانستن است، مثلا دانش کامپیوتری سریع یا کم یا بسیار. شما حتما نشان دهید که با کدام پروگرام ها کار کرده میتونید، کدام پروگرام های مخصوص با کدام پروگرام ها یکی فقط کار کرده میتونید، بیشتر همین ها را نشان دهید در اینجا. و چخلی که دیده در پایین اینجا نشان دادن زبان ها اینجا در اینجا نشان دادن، مثلا اسپانیش، انگلیش، جرمن، فرنچ. در اینجا شما میتونید مثلا کدام زبان های دانستانتان را نشان دهید. و باز هم اگر در اینجا جای شد شما میتونید خبر اضافگی هشتم مثل خوابی یگان چیزهایی که زیاده تر هست بسیار، مثلا من مصلحت نمیدم که مثلا خوابی هاتون نشان دهید در اینجا، برای اینکه برای کار دهنده مهم نیست که مثلا شما فوتبال بازی میکنید یا شما بیلیارد بازی میکنید، تنیس بازی میکنید یا با شахمت بازی میکنید، این لازم هم نیست. برای همین اگر چیزی اضافگی درباره یگان کار فعالیت شما، یگان دستنجانی هاتون در عموما رفت زندگی، در کار فعالیتتون یگان دستنجانی ها در یگان وظیفتون باشد، شما میتونید اضافگی با هشتم جا نشان دهید. باز در اینجا یک چیز مهم است که بسیار ها میکنن سی وی 3 ورق 2 ورق 3 ورق در لیست. من مصلحت میدم که حرکت باید کنیم که سی وی در یک لیست باشد، برای اینکه اگر 2 لیست شد بسیاری ها در دومین لیست را تماشا هم نمیکنن، برای اینکه برای آنها بسیار لجن بسیار سی وی ها شاید بیاد. برای همین حرکت کنید که سی وی شما یک لیست باشد، اگر که رفت و زیادتر شد خیلی 2 لیست، لیکن از همه بهترش و خوبترش تنها در یک ورق در یک لیستی A4 جاگیر شده باشد. و حتما وقتی که شما اوکازت میکنید در اینجا اوکازت کنید ایمیل خودتان باشد و نمبری موبیلی دستی خودتون باشد که مثلا وقتی که زنگ زدن یا تماس گرفتن نباید دارد یک دیگه کسی دیگه، اونم خوب نمیشد، اونم کار بیزه میشد. برای همین در اینجا موبیلی دستی خودتون و چی های ایمیل خودتون باید باشد. دوستان خیلی که گفته شد این نمونه یکی از نمونه های این سی وی را من در گروپ خودم در حسین الدین افتنباز گروپ ما در کانتکت در اونجا جاگیر کرده هستم، نمونهش را کپیش را. شما اگر میخواید این کپی رو بگیرید و از روی این تقریبا برای خود سی وی تیار کنید، شما میتونید در پایان همه ویدیوهای ما با گروپ ما کانتکت سیلکا دسترس کنید و با اونجا بگذارید، در اونجا ببینید. دوستان در وقت ساختن سی وی یا رزومه با یک چیز دیگه سخت اهمیت دهید که یک سکرتریش میگم نوشتن رزومه با طلبات کاردهنده نگاه کرده. یعنی رزومه رو شما با خود مطابق کرده، بسیار درباره خود فکر نکنید. شما اگر وقتی که یکون کار اختیار کردید، یکون کار تقریبا مناسب نزدیک به شما هست، شما حرکت کنید که در رزومه مثلا نوشتن رزومه با طلبات نگاه کرده. یعنی طلباتی شما میخونید در همون ویبلین یا آنلاین که مثلا کار دهنده چیز کدام تالنت ها و کدام چیزها را از برای کار پیشنهاد کردن طلب میکند، از اونی که وظیفه میخواهد. شما حتما یعنی در اونجا
اگر تماما شما 100% به اون کار توغری نمی آمده باشید یکون این چیز را ننویسید، لیکن تقریبا اگر شما به همون کار نزدیک باشید حرکت کنید که شما کاچستواها، ابرزمانی، تالانتون، پرکتیکتون، همون چیزهایی که با همون کار دهنده با طلباتش موافق است بیشتر همون چیزها رو نشان دهید یا به اصطلاح اوکازات کنید در سی وی خودتان. دوستان وقتی که شما در آنلاین برای خود وظیفه مناسب اختیار کردید، رزومه را ساختید و راهی کردید، شما بعد منتظر میشید جواب از کاردهنده. وقتی که با کاردهنده شما علم دانشتون، تالنتتون و عموما اون چیزهایی که اسکیلز هایی که دارید با اونها مناسب شد، با شما حتما تماس میگیرند با اون رقمی که در اونجا گذاشتید یا که در پشتتون جوابش میبیاد. وقتی که جواب آمد، جواب منفی، یعنی که شما را گفتن شما کاندیداتورتون برای ما معقول است، اونها در بسیار وقتها میگن که مثلا میخواهند با شما طریق آنلاینی یکون خیلی با اسکایپ با یکون چت های ساوریمنی مثلا با شما صحبت کنن، اینترویو کنن. در بعضی حالات ها این خیلی میشه. برای همین وقتی که با شما اینترویو نزدیک میکنن، میگن که با شما فلان روز با فلان ساعت اینترویو میشه با طریق آنلاینی، شما باید در این آنلاین باید تیار باشید. اگر کارهای شما یکم پروفسیونالیسم، جاهای کارهای مخصوص باشد، باید شما حتی لباستون هم مثلا کلاسیکی یکم لباس مخصوص باید تیار باشید که مثلا خواجه باشید و با بعضی سوال جواب ها باید شما در یکم یوتیوب در یکان جا باید کمی درباره اینترویو مثلا چه خیلی جواب دادن، چه خیلی صحبت کردن، شما باید کمی دربارش آموخته باشید، دربارش کمتر خوانید که چه خیلی باید شما خودتون نشان دهید و با بعضی سوال هایی که اونجا در همه جا داده میشد مثلا با چه طریق جواب دهید. و بعد زمانی که شما اینترویو گذشتید میگن که به شما مثلا ما شما رو قبول کردیم و در بسیار حالت ها کانترکت میفرستن که شما با این کانترکت امضا کنید، مثلا کانترکت بین شما و بین شرکت. برای همینم اگر شما مثلا دونید که سخت باوریتون نباشد یا این کار رو سخت دوست ندارید، پیشه که مثلا شما این کانترکت پادپیس نکنید، برای اینکه بعد از که اومدید کانترکت ها نوشته میشن با 2 سال 3 سال، باید این 2 سال 3 سال شما از اون کمپانی نرفته باید کار کنید. برای همین وقتی که دیدید که این کار برای شما مناسب است و معاش این کار زرپاتش برای شما خیلی مناسب است، میتونید که مثلا این کانترکت چی کنید، امضا کنید. وقتی که با اتفاقی رسیدید، اونها برای شما در بسیار حالات ها پیشتر مثلا ویزه اقامه رایی میکردن، حاضر اقامه رایی نمیکنن، میتونن برای شما 3 ماهه یا 3 ماهه ویزه زیارت میگن اونا رایی کنن، یا که 6 ماهه از مولتیپلی ویزا برای همچون پرکتیکانت، همچون برای سنجش کارگری نو 6 ماهه برای شما مثلا ویزا کشون. و وقتی که آمدید 2-3 ماه کار کردید و اونها دیدن که برای شما همچون کارگری مناسب هستید، اونها برای شما 2 ساله ویزی کاری میکنن. بعد شما بعد کارتون چی میکنید، دوام میدهید. دوستان گرامی، وقتی شما رزومه را ساختید، سی وی را و راهی کردید با پشته اون کاردهنده یا امپلایر، شما دیگر ننویسید با آنها، سپام نکنید، خطای حالی بیکار رایی نکنید. در اینجا باشد ویدیوی نوبتی من به آخر میرسد. لایک، کامنت، شیر، سابسکرایب و مع السلامه. Goodbye, friend. Ma salam. You keep it to class. Okay, You have to class. okay. Yeah, now you say. Goodbye, friend. Ma salam. First say مع السلامة after class. After class. Yeah, Okay. yeah. Okay, I know you used to it. Goodbye, friend. Ma salam. Okay. You have to back.
Goodbye, friends. ومع السلامة. مع السلامة. I must- Little voice. charisma. Yeah, charisma. مع مع السلامة. السلامة. مع السلامة.